قراره تو این ویدیو بهتون توضیح بدم کدوم ماشین ایران خودرو بیشتر سود داره و کدوم‌ها شانسشون بیشتره توی ثبت نام ایران خودرو. اول از همه بهتون بگم کسایی که خبر ندارن، ثبت نام ایران خودرو از 1 تا 6 آبان وقت داره بدون محدودیت. یعنی چی؟ یعنی گواهینامه نمیخواد و پول بلوکه و وکالتی نمیخواد و اگر پلاکی دارین که بالای 5 سال عمرشه مهم نیست و پلاک فعال هم حساب نمیشه. در طرح عادی مادران و فرسوده ثبت نام گذاشته ایران خودرو. و از همه مهمتر ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و ما رو فالو داشته باشید و این ویدیو رو بفرستین برای دوستاتون. چرا؟ چون تا 6 بیشتر وقت ثبت نام نیست، از ثبت نام جان نمونن. سه تا طرحی که گذاشته فوری و فوق العاده و پیش فروش. فوری 1 ماهه، فوق العاده 3 ماهه تحویل، پیش فروش بین 4 تا 8 ماهه تحویل میشه و فوری به صورت قیمت قطعی، فوق العاده به صورت قیمت قطعی، پیش فروش به قیمت روز حساب میشه. حالا میخوایم حساب کنیم کدوم یکی سود بیشتر داره، کدوم یکی شانس بیشتری داره. اگه کسی هم میخواد ثبت نامش انجام بده که مثل همیشه عدد 2 رو برای ما بفرسته، ثبت نامش انجام میشه. ترتیب سود خودروها: ریرا رتبه 1 سودو داره، بیشترین سودو داره. 207 آلومینیومی رتبه 2 رو داره. 207 فولادی رتبه 3، تارای دستی رتبه 4، دنای اتومات رتبه 5، دنای دستی رتبه 6، رانا پلاس رتبه 7، سورن دوگانه رتبه 8 و سورن تک رتبه 9 داره. این به ترتیب سود، یعنی کسی که میخواد حواله بفروشه باید به این دقت کنه. اگر هم کسی میخواد ماشین سوار بشه و دنبال اینه که حتما اسمش بیفته، یعنی شانس بیشتری داشته باشه و براش مهم نیست که چقدر سود کنه، رانا پلاس رتبه 1، سورن تک رتبه 2، سورن دوگانه رتبه 3، دنا اتومات 4، دنا دستی رتبه 5، تارا دستی رتبه 6، 207 آلومینیومی رتبه 7، آلومینیوم منظور رینگ آلومینیومیه، 207 فولادی رتبه 8 و ریرا رتبه 9 به خودش اختصاص داده که شانس بیشتری داره. چرا؟ چون سود ریرا بیشتره، طبیعتا اکثرا دارن ریرا رو میزنن. ولی خب اگر هم برنده بشی سود خیلی خوبی میکنید. ویدیو رو